حمله حمله تیم ایران، گل بزن گل بزن یالا قهرمان. حمله حمله تیم ایران، گل بزن گل بزن یالا قهرمان. لمیده در غرب آسیا، چهارمین کشور بزرگ قاره کهن و دومین سرزمین پهناور خاورمیانه، با جمعیتی 86 میلیون نفری که اونو تبدیل به 17مین کشور پر جمعیت جهان کرد. دارای دومین منبع بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ اثبات شده نفت جهان، بزرگترین صادرکننده خاویار، تولید کننده 90% زعفران جهان، با قدمتی 2000 ساله در تولید فرش و بدون شک صحبت از ایران است. کشتی آزاد ورزش سنتی و ملی ایران به حساب میاد و زادگاه چوگان هم در همین سرزمین بوده. با این وجود فوتبال از همون ابتدای حضورش تو این کشور از مسجد سلیمان تونست خیلی زود دل مردم رو به دست بیاره و تا به امروز جایگاهی غیر قابل دسترس برای خودش دست و پا کنه. ایران اولین بار تو سال 1978 موفق شد راهی جام جهانی بشه. تیم تحت هدایت حشمت مهاجرانی با سابقه کسب 3 عنوان قهرمانی متوالی در آسیا پا به این رقابت‌ها گذاشت. باخت 3-0 مقابل هلند مدعی، تساوی 1-1 مقابل اسکاتلند مغرور و شکست دور از انتظار 4-1 برابر پرو باعث شد تا اون تیم جوون بدون برد و با 1 امتیاز راهی خونه بشه. 20 سال طول کشید تا شاهد دومین حضور تیم ملی در جام جهانی باشیم. تیمی که با ویرا جهانی شد، با ایویچ مهیای مسابقات شد و جلال طالبی در فرانسه روی نیمکتش نشست. باخت 1-0 مقابل یوگسلاوی با اشتباه نکیسا، پیروزی تاریخی 2-1 مقابل آمریکا و ثبت اولین پیروزی ایران و البته شکست 2-0 جلوی آلمان باعث شد تا این بار هم حذف بشیم، اما با 2 امتیاز بیشتر نسبت به دوره قبل. امیدهای زیادی متوجه تیم 2006 بود. نیمه اول بازی با مکزیک هم گواه بر همین مسئله بود، ولی اشتباهات میرزاپور و مدافعان تیم ملی باعث شد تا 3-1 ببازیم. تیم برانکو بیش از 60 دقیقه مقابل پرتغال دووم آورد، اما حریف شوت دکو و پنالتی رونالدو نشد. تساوی 1-1 جلوی آنگولا توی بازی تشریفاتی ما رو بازم با 1 امتیاز به خونه رهسپار کرد. 8 سال گذشت تا بازم به این تورنمنت بزرگ رسیدیم. آغاز دوران کارلوس کیروش. حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد توی دروازه. برای سومین بار با 1 امتیاز و بدون برد جام رو ترک کردیم. مساوی مقابل نیجریه و ثبت اولین کلین شیت. باخت 1-0 برابر آرژانتین با گل دقیقه 91 مسی و شکست ناامید کننده 3-1 در جدال با بوسنی ماحصل کار ما در برزیل بود. تو سال 2018 اتفاقات جالبی رخ داد. برای اولین بار طعم 2 حضور متوالی رو چشیدیم. بعد از 20 سال بردیم با گل عزیز بوحدوز عزیز. انجام میشه گل توی دروازه. مهدی طارمی زده، خودشون زدن. گل برای ایران. بهترین شروع ممکن. باخت نزدیکی 1-0 مقابل اسپانیا همه چیز رو به هفته آخر کشوند. یه طرف تیم مرد پرتغالی بود و اون طرف خود پرتغال. بیرون پای کوارشما با پنالتی کریم پاسخ داده شد و بیرو هم اجازه نداد رونالدو برای دومین بار به ایران از روی نقطه پنالتی گل بزنه و امان از موقعیت مهدی طارمی. ما برای اولین بار 4 امتیاز کسب کردیم و تا آستانه سرگروهی هم رفتیم، ولی عاقبت سرنوشتمون شبیه 4 دوره قبل شد. حذف از دور گروهی. این بار اسکوچیچ زحمت جهانی شدن رو کشید، اما کیروش بود که بعد از ناکامی با کلمبیا و مصر قرار شد روی نیمکت ایران بنشینه. در گروهی جالب و پرماجرا، انگلیس، ولز و آمریکا. به نظر شما 6مین حضور منجر به اولین صعود میشه؟